واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أنت أحق من يحمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در دو قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را عرض کردم که بیان کننده احکام غسل و جنابت بود که کدام نوع انواع غسل بر سر انسان مسلمان واجب است و کدام آنها سنت و مستحب است و طریقه غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چه قسم بود و همچنین انسان وقتی که جنوب میشه چه احکام و آداب را باید مراعات کنه. این مسائل را در پرتو احادیث گرانبهای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما در دو قسمت گذشته این برنامه تقدیم نمودم و ان شاء الله تعالی در دو قسمت دیگر این برنامه خدمت شما دوستان عزیز احکامی که متعلق به مسائل تیمم میگیره که تیمم چه قسم باید کرده شود و چه وقت باید تیمم کرده شود و مسائل مشروعیت تیمم. این مسائل را در روشنایی احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله خدمت شما دوستان عزیز تقدیم میکنم. تیمم دوستان عزیز در لغت عربی به معنای قصد است. قصد کردن یک چیز را گفته میشه تیمم. تیممت الی شیء یعنی قصدت الیه و به طرف از او قصد و اراده کردم. و در اصطلاح شرعی ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری چنین را تعریف میکند که القصد الى الصعید لمسح الوجه والیدین بنیت استباحة الصلاة و غیرها. قصد کردن خاک پاک برای مسح کردن روی و دستها تا که نماز و غیر از نماز دیگر عبادات برای انسان جایز و روا گردد. این را گفته میشد تیمم. و تیمم از جمله مسائل است که مسائل آسان است که دین اسلام، دین مبین اسلام به خاطر آسانی مسلمان ها این امر را برای ما مشروع گردانیده و تا که ما مسلمان ها در وقتی که آب را نمی آبیم و مجبور به این میشیم که باید خود را با خاک پاک بسازیم و در هیچ صورت نماز خود را ترک نکنیم، حتی ولو که در دشت بیابان بوده باشیم، در حالت مریضی بوده باشیم که استعمال آب برای ما مشکل بوده باشه، در اون صورت ما میتونیم که با تیمم کردن خود را پاک کنیم و نماز خود را ادا کنیم. و تیمم یک امر مشروع است که مشروعیت از او هم در قرآن کریم آمده و هم در احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و هم اجماع امت بر آن است. همه امت اسلامی بر این اجماع دارند که تیمم یک امر مشروع و جایز است که در وقت نبودن آب برای انسان مسلمان واجب است که تیمم کنه و نماز خود را ادا کنه. مشروعیت تیمم در قرآن کریم در آیت 6 سوره مائده که به نام آیت وضو مشهور است، در یک قسمتی از او آیت خداوند متعال می‌فرماید که فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. اگر شما در حالت سفر بوده باشید یا در حالت مریضی بوده باشید یا در حالتی که به شما حدث اصغر بول غایط پیش می آید یا اینکه حدث اکبر جنابت پیش می آید، در این صورت آب را نمی آبید
آب را فاقد الآب میشید، آب را از شما فاقد میشه، درک نمیکنه آب را. در این صورت میتونن که فتیمموا صعیدا طیبا، شما میتونن که قصد خاک پاک را نماید، به خاک پاک تیمم نماید. و طریقه تیمم است که فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، شما دستهای خود را و روهای خود را توسط خاک پاک مسح کنید و میتونید که در صورت پاک شوید و نماز خود را انجام بدهید. و تیمم دوستان عزیز از جمله ممیزات و خصائص یا فضائل این امت است، از جمله ویژگی های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امتی از اوست که این امر در امت های سابقه وجود نداشته و نبوده و الله تعالی از کرم و فضیلتی برای این امت و برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخشیده. و این امر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده. حضرت جابر بن عبدالله روایت میکنه، در صحیح مسلم آمده که حضرت جابر بن عبدالله روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی، نصرت بالرعب مسیرة شهر وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا فایما رجل ادرکته الصلاة فلیصلی. پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که برای ما 5 ویژگی داده شده که بر امتهای سابقه، بر انبیای سابقه داده شده نبود. و اولین ویژگی، اولین خصوصیات فضیلت این است که نصرت بالرعب، ما نصرت داده شدم به خوف و ترس مسیرة شهر به اندازه 1 ماه. در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منحصر میکنه ویژگی های خود را به 5 چیز، اما این انحصاری مطلوب نیست. علما میگن که عدد 5 در اینجا مطلوب نیست. در اینجا پیغمبر خدا 5 خصوصیات یا 5 ویژگی را مهم را ذکر کرده، اما ویژگی های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا خصوصیات فضایل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر از این است که امام سیوطی رحمت الله علیه در کتاب نوشته به نام الخصائص که در اونجا تقریبا بیشتر از 200 ویژگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جمع آوری کرده که بیشتر از 200 ویژگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند که ویژگی را دیگر امتهای سابقه، دیگر انبیای سابقه نداشتند. اما در اینجا فقط 5 تا را از باب اهمیت که اهمیت این 5 تا بیشتر است، از او خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث 5 چیز را ذکر کرده که ما با این 5 چیز به دیگر امتها و دیگر انبیا ویژگی داده شدم و خصوصیت و ممیزات داده شدم. اولین این ممیزات این است که نصرت بالرعب مسیرة شهر، من به اندازه 1 ماه نصرت داده شدم به خوف و به رعب، یعنی به اندازه 1 ماه دور مسافه دشمن از من اگر دور بوده باشه، وقتی که نام من را میشنود ترس و خوف و رعب در دل از او پیدا میشه. و این از جمله خصوصیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود با اتفاق علما. اما در مورد از اینکه این خصوصیات و ویژگی را امتی از او داره یا نداره، بعضی علما میگن عین همین خصوصیات هم در امت موجود است. وقتی که امت اسلام با خدا بوده باشه، با سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روان بوده باشه، الله متعال امی ویژگی را برای از او میدهه. وقتی که دشمن نامی از اونها را به اندازه 1 ماه هم دور بوده باشن میشنون، از اونها خوف و ترس و رعب در دل از او پیدا میشه. اما در صورتی که از دین دور بوده باشن، از تعالیم اسلام، از سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دور بوده باشن، در اون صورت او ویژگی به اونا داده نمیشه. اما عده علما میگن که این خصوصیت و ویژگی خاص به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. همچنان مسیرة شهر، علما از جمله امام خطابی رحمت الله علیه میگه که این مسافت یا اندازه هم چیزی معینی نیست، به این معنی که در وقت بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بین دشمنای ایشان اما قدر مسافه موجود بود، مسافه 1 ماه. از او خاطر 1 ماه را پیغمبر خدا تعیین کردن. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر جایی که دشمن نامی از او را بشنوه، یک خوف و یک ترس و یک رعبی در دل از او پیدا میشوه، ولو که در نهایت شرق بوده باشه، در نهایت غرب، در نهایت جنوب، در هر جای دنیا بوده باشه، وقتی که نام پیغمبر خدا را میشنوه خوف، ترس و رعب در دل از او پیدا میشه. و این از جمله ویژگی های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و ویژگی دوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که وجعلت لی الارض مسجدا و طهورا، که محل شاهدی ماست در این باب که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که زمین برای ما مسجد و سبب پاکی قرار داشته. به این معنی که در هر جایی که ما یا امت ما
وقت نماز فرا می رسد جایز است که در اونجا نماز بخوانند و در هر جایی که وقت نماز فرا می رسد آب را پیدا نمیکنند برای از اونها جایز است که از خاک پاک استفاده کنند خود را توسط تیمم پاک کنند و نماز خود را بخوانند و این ویژگی در امتهای سابقه نبوده چون در روایت دیگری میآید که پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید و کان من قبل انما كانوا يصلون في کنائسهم کسانی که قبل از ما بودن امتهایی که قبل از ما بودن فقط نماز برای از اونها در کنائس و در معابد و در اون جایی که مخصص برای عبادت بوده در اونجا برشان جواز داشته در غیر از او در دیگر جا نماز خوانده نمیتونستند در دیگر جا نماز خوانده برشان جواز نداشته و همچنین در روایت دیگری میآید که پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمایند لم یکن احد من الانبیاء یصلی حتی یصل محرابه دیگر پیغمبرها برشان جواز نداشت که در هر جایی که نماز فرا میرسد در اونجا نماز بخوانند تا اینکه به محراب به اون جایی که مخصص برای عبادت است به اون جایی که معبدی از اوناست به اونجا برسند در اونجا نماز بخوانند پس این ویژگی که نماز خواندن در هر جای دنیا در هر جای زمین برای انسان مسلمان جواز است وقتی نماز فرا میرسد باید در آنجا نماز بخوانه این از ویژگی های رسول اکرم و امتی از اوست که در امتهای سابقه نبوده و همچنین طهورا زمین برای ما سبب پاکی قرار داشته که در هر جایی که وقت نماز فرا میرسه آب را ما پیدا نمیکنیم میتونیم که از زمین پاک از خاک پاک استفاده کنیم و خود را توسط تیمم پاک کنیم و نماز خود را انجام بدیم و این ویژگی هم در امتهای سابقه وجود نداشته در روایت دیگه میگه که وجعلت للارض كلها ولامتی مسجدا و طهورا روایت امام احمد که زمین برای ما و برای امت ما هر جای زمین هم مسجد قرار داشته هم طهور و پاکی قرار داشته که در هر جای زمین من و امت من میتونیم که نماز بخونیم و میتونیم که از اون خاک پاک از او استفاده کرده خود را پاک کنیم و تیمم نماییم و همچنین در روایت دیگری است که وجعلت التراب لی طهورا خاک پاک برای من طهور و پاک کننده قرار داشته وقتی که ما آب را پیدا نمیکنیم میتونیم که از خاک پاک استفاده کنیم و خود را پاک کنیم و نماز خود را انجام بدهیم و همچنین در اینجا در بعضی روایت ها کلمه تراب آمده و در بعضی روایت ها کلمه سعید آمده لذا علما همچنین در آیت کریمه کلمه سعید آمده لذا بعضی از علما سعید را اطلاق میکنن به هر آنچه که در روی زمین است هر آنچه که در روی زمین است به او تیمم جواز داره چه خاک بوده باشه چه علف بوده باشه چه سنگ بوده باشه و هر چیزی که بوده باشه و بعضی علما آن رو تخصیص میتن به روایتایی که در او فقط کلمه خاک آمده و جعلت تربتها لطهورا خاک پاک زمین برای ما پاک کننده قرار داشته لذا میگن که فقط بر خاک جواز داره به دیگر چیزا جواز نداره علمایی که عام قرار دادن گفتن که مراد از سعید روی زمین را گرفتن فرمودن که هر آنچه که در روی زمین است تیمم کردن بر بالای اعضا جواز داره و علمایی که فرمودن که مراد از سعید فقط خاک است چون را تخصیص دادن به احادیثی که در او کلمه تراب آمده لذا فرمودن که فقط بر خاک پاک تیمم کردن جواز داره باید هر بر آنچه تیمم شود که در او خاک بوده باشه اگر سنگ هم بوده باشه باید در بالای از او غباری از خاک بوده باشه همچنین اگر علف یا سبزی بوده باشه باید شرطی است که باید کمک خاک داشته باشه تا که توسط از او انسان خود را تیمم کنه و پاک کنه اما رأی جمهور علما هم است که مراد از سعید هر آنچه که در روی زمین است یعنی انسان میتونه که با سبزه یا علف دستهای خود را بزنه بر بالای از او تیمم کنه یا بر بالای سنگی بر بالای کوهی دستهای خود را بزنه تیمم کنه شرط نیست که در بالای از او خاک موجود بوده باشه این رأی جمهور علما است و ان شاء الله همین هم رأی راجح و مقبول است در نزد علما در این حدیث پیغمبر خدا فقط دو خصوصیت را ذکر کردن فاینما ادرکته الصلاه فلیصلی هر امتی ما در هر جایی که نماز را درک میکنه باید در آنجا نماز بخونه این هم از این هم در علما به این دلیل گرفتن که شرط است برای تیمم که وقت نماز باید داخل شود یعنی انسان کوشش کنه که آب را بیابه اگر آب را نیافت و وقت نماز داخل شد بعد از او جایز است که او تیمم کنه اما قبل از دخول وقت نماز باید تلاش کنه کوشش کنه و جد اجتهاد کنه تا آب را بیابه قبل از داخل شدن وقت نماز تیمم کردن جواز نداره تیمم کردن وقتی جواز پیدا میکنه که وقت نماز داخل شود و انسان فاقد الآب باشه آب را پیدا نکنه
لیکن بعضی علما از جمله علمای احناف میگن که اگر بر انسان غلبه زن پیدا شود، گمانی از او بر این غالب شود که آب پیدا نمیشه، در دشت و بیابان است یا به شکل مرضی در او موجود است که و استعمال آب به او دشوار است، سبب مریضی از او میشه، سبب مرگ از او میشه، در او صورت میتونه که قبل از وقت نماز هم وضو کنه، تیمم کنه. مثل مسائل وضو وارد، هر وقت میتونه که وضو کنی و او شخص هم میتونه که هر وقت تیمم کنه و شرط نیست که وقت نماز داخل شده باشه. در این حدیث دوستان عزیز فقط دو میزه یا دو ویژگی از ویژگی های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ذکر کرده که علما این را من حیث محل شاهد آوردن به خاطر جواز تیمم. اما ویژگی های دیگرش در ادامه حدیث میگه که سوم ویژگی این است که و احلت لی الغنائم. پیغمبر خدا میگه از جمله ویژگی ها و خصوصیت ایمان این است که برای ما غنائم حلال قرار داشته، اما در امت های سابقه چنین نبوده. در بعضی از علما در بعضی از امت ها همچنان که امام خطابی میگه که نه جهاد فرض بوده و نه گرفتن غنایم فرض بوده، و اما در بعضی از امت های دیگر جهاد بر بالایشان فرض بوده، لیکن استفاده کردن از غنایمی که از جهاد حاصل میکردن بر بالایشان جایز نبوده، بلکه آنها غنایم را جمع میکردن و در یک جای اون را جمع میکردن و او را توسط آتش میسوختاندن. اما این ویژگی از ویژگی های رسول اکرم و امتی از اوست که وقتی که جهاد میکنن غنایم به دست میارن، برشون جواز داره که از او غنایم استفاده کنن مجاهدینی که در جهاد شرکت کردن. و ویژگی چهارم چنین گفته شده که اعطیت الشفاعه. پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که از جمله ویژگی ها و خصوصیت من این است که برای من شفاعت داده شده. الله متعال برای من شفاعت را نصیب کرده که مراد از آن شفاعتی بزرگ است که به نام شفاعت الکبری یاد میشه، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارای چند شفاعت است که از جمله شفاعت الکبری است. شفاعت است که مردم را از میدان محشر خلاص میکنه. وقتی که مردم در میدان محشر بند میمانن، جمع میشن، پیش چند از پیغمبران میرن، پیش حضرت آدم میرن، پیش حضرت موسی میرن، پیش حضرت ابراهیم میرن، پیش حضرت عیسی میرن، هر یکی عذری پیش میکنه، اخیرا میان پیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که برای ما شفاعت کنه که الله متعال ما را از میدان محشر خلاص کنه، مسیر ما معلوم شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که انا لها، من برای این چیز مهیا هستم، من این کار را میکنم. این کار از جمله خصوصیت و ویژگی من است. همین است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد عرش سجده میکنن و دعا میکنن و الله متعال شفاعت ایشان را قبول میکنه و حساب کتاب شروع میشه و مسیر مردم معلوم میشه و مردم از میدان محشر نجات پیدا میکنن. و این ویژگی، این خصوصیت خاص به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که شفاعت کبری است و نه او را هیچ از یکی از امتی ها داره و نه هیچ یکی از پیغمبرها او را داره. اما دیگر شفاعت ها به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و به دیگر امتی ها هم هست. شهدا، علما، مردمای نیک میتونن که از اهل بیت خود و از اقارب خود شفاعت کنن. و ویژگی پنجم چنین بیان شده که کان النبی صلی الله علیه و سلم کان النبی یبعث الى قومه خاصه و بعث الى الناس عامه. دیگر پیغمبرها مبعوث به امت خاصی میشدن، به یک گروه خاصی مبعوث میشدن، اما ما برای تمام مردم مبعوث شدم. دیگر امت ها هر قومی برای خود یک پیغمبری داشتند، هر قبیله و هر گروهی برای خود یک پیغمبری داشتند، اما امت آخر الزمان پیغمبرشان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که از روزی که مبعوث شده تا روز آخرت تا که قیامت فقط یک پیغمبر است، پیغمبر دیگری نیست. و این امت با اختلاف گروه‌هایشان، با اختلاف زبان‌هایشان، با اختلاف اعشار و قبایلشان همه یک پیغمبر دارن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و این ویژگی هم از جمله ویژگی‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که دیگر پیغمبرها نداشته. دوستان عزیز، این بود در مورد از اینکه تیمم از جمله خصوصیات این امت است که امت‌های سابقه را دارا نبودند. بعد از دیدن یک برنامه کوتاه خدمت شما احادیث دیگری که بیان کننده مشروعیت تیمم است تقدیم میکنم، با ما باشید. أيا لاهيا في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة
وتقضي الزمان بغير اعتبار. رويدك أبصر من الغفلة ولا تتبع أي خلق مشين، فتجني الملام مع الحسرة فأنت الحريم. از عدی ابن عمیرة الکندی روایت شده که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند کسی که مسئولیتی را به او واگذار کردیم و او ریسمانی و یا چیزی کمتر از آن را پنهان کند، در روز قیامت در صف خائنین برانگیخته می شود. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان عزیز، در قسمت گذشته این برنامه خدمت شما دوستان عزیز تعریف تیمم در لغت و در شرع و آیتی که دلالت به مشروعیت تیمم میکنه و همچنین حدیث جابر بن عبدالله دلالت به این میکند که تیمم از جمله ویژگی خصوصیت این امت است، امت اسلامی است که در امتهای سابقه نبوده. خدمت شما تقدیم کردم و از آنچه که دلالت به مشروعیت تیمم میکنه که تیمم یک امر مشروع و جایز است. احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. از آن جمله حدیثی است که از صحابی جلیل القدر عمار بن یاسر روایت میشه که ایشان فرمودند بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في السعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. صحابی جلیل قدر حضرت عمار بن یاسر که کنیهشان ابو الیقظان بود، از جمله سابقین اولین در اسلام هستند، از جمله کسانی بودند که در ابتدا به دین اسلام پیوستند و در راه خدا ایشان و پدر و مادرشان عذابای گوناگونی را متحمل شدند تا که منجر به شهادت مادرشان شد که اولین شهیده در اسلام است، ام یاسر، و همچنین پدرشان شهید شدند و ایشان به حبشه هجرت نمودند، بعد از او به مدینه منوره هجرت کردند و در بدر با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگر غزوات احد، در تمام غزوات با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شریک بودند و ایشان را پیامبر خدا به نام الطیب و همچنین المطیب یاد میکردند و آنها در خلافت خلفای اربعه هم حیات داشتند، خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان، و با مجاهدین راه اسلام در غزوات شریک بودند تا اینکه در ابتدای خلافت حضرت علی رضی الله عنه در جنگ صفین که در حالی که در صف حضرت علی قرار داشتند به شهادت رسیدند و از جمله کسایی بودند که علمای صحابه و مجتهدین صحابه و از جمله کسانی بودند که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث زیادی را روایت کردند و این دین اسلام را بر کف گرفته به شرق و غرب، عراق و شام و فلسطین و مصر سفر کردند و این دین را از راه جهاد و از راه دعوت به مردم رسانیدند تا وقتی که به لقاء الله پیوستند. ایشان روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا برای حاجت و کار فرستاد و تصادفاً ما در کار خود یکی از شبها جنوب شدم، احتلام شدم، به حالت جنابت رسیدم و ما آبی را پیدا نکردم، در جایی بودم که آب موجود نبود و ما حکم ازی را میفهمید که وقتی که انسان جنوب میشه باید تیمم کنه، اما طریقه تیمم کردن را حضرت عمار بن یاسر یاد نداشت که چگونه تیمم کنه، لذا ایشان قیاس را به کار بردن. قیاس کردن وقتی که انسان وضو میکنه باید اعضای وضویش همه تر شود، وقتی که غسل میکنه باید همه جانش به آب تر شود، لذا ایشان به غسل قیاس کردن، در خاک خود را مالیدن. فتمرغت کما تتمرغ الدابه، ما در خاک خود را قسمی مالیدم که یک حیوان خود را در روی خاک میماله، پشت و پهلو میکنه خود را، همین قسم ما در روی خاک خود را پشت و پهلو کردم
و ثم اتيت النبي صلی الله علیه و سلم فذكرت له ذلك. بعد از او وقتی که خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم، قصه خود را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انما یکفیک ان تقول بیدیک هکذا، فقط بر تو همین قدر کفایت میکرد که تو با دستهای خود چنین کاری را انجام میدادی و همون کار را پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا بر از او انجام دادن. ثم ضرب بیده الارض ضربه واحده، یک بار دستهای خود را بر بالای زمین زدن. ثم مسح الشمال على اليمين و ظاهر کفیه، دست چپ خود را بر بالای دست راست خود کش کردن و پشت دست خود را هم با کش کردن و بروی خود هم مسح کردن. حدیث متفق علیه است، حدیثی که امام بخاری و امام مسلم روایت میکنه و در روایت دیگری از امام بخاری آمده و ضرب بکفیه الارض و نفخ فیهما، یک بار هر دو دست خود را بالای زمین زدن، بعد از او دستهای خود را پف کردن تا که خاکی که بالای دستهای از او دور شود. ثم مسح بهما وجهه و کفیه، بعد از او با همین دستهای مبارک خود روی خود مبارک خیش را و دستهای خود را مسح کردن. این حدیث دوستان عزیز دلالت میکنه اول به مشروعیت تیمم یک امر مشروع است و ثانیا دلالت میکنه به کیفیت تیمم که تیمم باید چگونه انجام بیابه. گفتم که حضرت عمار از این حکم خبر بود که وقتی که انسان آب را پیدا نمیکنه باید تیمم کنه، اما طریقه تیمم کردن را یاد نداشتن، لذا قیاس نمودن و در قیاس خود اشتباه کردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طریقه صحیح را به آنها آموخت که فقط برای تو اگر حدث اصغر پیش می آید یا حدث اکبر پیش می آید، جنوب باشی یا به وضو باشی، فقط همین قدر کفایت میکنه که یک بار دستهای خود را بر بالای خاک پاک بزنی و دستهای خود را روی خود را با واسطه از او مسح کنی و همچنین دستهای خود را با واسطه از او مسح کنی. و همچنین در حدیث دلالت به این میکنه که تیمم همچنانه که پاک کننده حدث اصغر است، دور کننده بی‌وضویی است، همچنین سبب پاک شدن از حدث اکبر از جنابت هم است. یعنی انسان میتواند که هم بی‌وضویی خود را توسط تیمم دور کنه و همچنین میتواند که جنابت خود را توسط تیمم دور کنه. و همچنین ظاهر حدیث عمار بن یاسر که علما میگن اصل در باب تیمم است، حدیثی است که با درجه قوت و صحت و روایت شده و حدیثی است که متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم روایت میکنه و این اصل و اساس است در باب تیمم. در اینجا طریقه تیمم به شکلی بیان شده که باید انسان یک بار دستهای خود را بالای زمین بزنه و دستهای خود را فقط تا از ظاهر حدیث معلوم میشه که فقط بند تا بند دست مسح میکنه، نه تا به آرنج. و همچنین روی خود را یک بار مسح میکنه و همچنین دلالت به این میکنه که ترتیب در تیمم شرط نیست، چون در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عمار میگه که و ظاهر کفیه و وجه، اولا کفین را یاد میکنه بعد از وجه را، به این معنی که اول پیغمبر خدا کفین خود را مسح کردن بعدن وجه خود را. از این معلوم میشه که ترتیب شرط نیست، انسان میتونه که اول دستهای خود را مسح کنه بعد از او روهای خود را، و اگر به ترتیب کنه کاری افضل و خوب است که اول روی خود را مسح کنه بعد از او دستهای خود را. لذا جمهور علما به این حدیث دلیل گرفتن و گفتن که اولا ترتیب شرط نیست در تیمم، میشه که اول وجه مسح شود، میشه که اول دستها مسح شود. دوما شرط نیست که دستها تا به آرنجها مسح شود، بلکه کفایت میکنه که تا بند دست مسح شود. سوما در تیمم شرط نیست که دو بار دستها زده شود، یک بار برای روی یک بار برای دست، فقط یک بار کفایت میکنه، یک بار زده میشه که با یک بار هم دستها مسح میشه و هم روی مسح میشه و این رأی جمهور علماست. اما علمای احناف رحمهم الله با این امر مخالفت نمودن و قائل به این قول نبودن. آنها گفتن که اولا تیمم دو ضربه است، یعنی دو بار دست بالای زمین باید زده شود که یک بار توسط یک بار روی مسح میشه اما اندازه‌ای که از وضو است و با اندازه، و دفعه دوم دستها توسط از اون مسح میشه با ما اندازه‌ای که به وضو است، یعنی تا به آرنجها مسح میشه توسط دست راست توسط دست چپ و دست چپ توسط دست راست مسح باید شود. و آنها دلیل گرفتن به حدیثی که از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است، امام دارقطنی را روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن التیمم ضربتان، ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقین. تیمم دو ضربه است، یعنی توسط دو زدن بر روی زمین انجام مییابد
که یک بار دستهای خود را میزنی و روی خود را مسح میکنی و یک بار دیگر دستهای خود را میزنی و دستهای خود را تا به مرفقین تا به آرنجه ها مسح میکنی. و این حدیث را به این حدیث علمای احناف دلیل گرفتن و اما جمهور علما میگن که اساس در باب تیمم حدیث عمار بن یاسر است که حدیث متفق علیه است و این حدیث اکثر علما قول به وقف از دارند که موقوف به ابن عمر است و با پیغمبر صلی الله علیه و سلم وصف نشده و لذا عمل به حدیث عمار بن یاسر افضل و بهتر است. و همچنین گفتند که حضرت عمار بن یاسر راوی حدیث است و حدیث متفق علیه است و خود عمار بن یاسر و می چیز همیشه مردم را فتوا میداد که تیمم فقط یک بار بر بالای زمین زده میشه و توسط از او دستها تا به بند دست مسح میشه و روی به ما اندازه‌ای که وضو شسته میشه به ما اندازه مسح میشه. به هر حال رأی جمهور علما امیست که عمل باید به حدیث عمار بن یاسر شود. و همچنین آنچه که دلالت به مشروعیت تیمم میکنه حدیث دیگری است که از صحابی جلیل القدر عمران بن الحسین روایت شده که ایشان فرمودند كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم في سفر فصلى بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك. حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه روایت میکنه که ما در یک سفری با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه بودیم و وقتی نماز فرا رسید پیغمبر صلی الله علیه و سلم استاده شدن، ما نماز خواندیم. بعد از نماز خواندن پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدن که شخصی دور نشسته و در جماعت اشتراک نکرده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشان پرسیدن که ما منعک ان تصلی معنا، چه چیز تو را مانع شد که با ما نماز بخوانی، چرا با ما نماز نخواندی؟ ایشان فرمودن، اون شخصی که دور نشسته بود فرمودن اصابتنی جنابه ولا ماء، من در حالت جنوب هستم، جنابت به ما اصابت کرده و آبی وجود نداره که من توسطی از او خود را پاک کنم و غسل کنم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن علیک بالسعید فانه یکفیک، تو میتونی که با خاک پاک خود را پاک کنی و این چیز برای تو کفایت میکنه. وقتی که تو تیمم کردی با خاک پاک خود را پاک کردی این برای تو کفایت میکنه. دیگه در حالت نبودن آب ضرور نیست که تو نماز را فوت کنی، نماز نخوانی به خاطر نبودن آب. میتونی که تو تیمم کنی و نماز خود را انجام بدی. و این حدیث هم دلالت به این میکنه که تیمم در وقت نبودن آب یک امر مشروع است، چه انسان به وضو بوده باشه و چه در حالت جنوب بوده باشه. و همچنین اجماع علما از صدر اسلام تا به امروز همه علما به این چیز اجماع دارن که تیمم در وقت نبودن آب برای شخص جنوب و برای شخص به وضو امر مشروع و جایز است. انسان وقتی به وضو بوده باشه یا در حال جنابت بوده باشه، در سفر بوده باشه، در حضر بوده باشه، در هر حالت میتوند که وقتی نماز فرا میرسه تیمم کنه و نماز خود را بخوانه. این بود دوستان عزیز بعضی از احادیث گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در مورد اینکه تیمم از خصوصیات این امت است، در مورد مشروعیت تیمم و کیفیت تیمم خدمت شما تقدیم کردم و در اینجا این قسمت برنامه ما به پایان میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.